أنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. زنهای مطلقه یعنی زنهایی که ای شوهراشو طلاق گرفتیان یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. باید که عیده بپویان قبل از اینکه شوهر کنن عیده بپویان سه قروء. اصلا قروء در مذهب ما به معنای همی چی اومدگیه؟ حیض اومدگیه. سه حیض عیده بپویان. سه تا گفت خدای تعالی دیگه این خودش کسی تفسیر کرده است. او را دیگه تعویل کردن نمیشه و هیچ که حق نداره دعوا کنه که غرض از ما عیده پویشتن همیه که اویا زنک بغض هست نیست، اویا حمل داره نداره. امروز اپراتوی برمده است که مثلا معین میکنه که اویا زنک حمل داره یا نداره دیا مهم میشه و خیلی هیچ که گفتن نمیتونه. و برای که وقتی که عدد گفت خدای تعالی خودش تفسیرش کرده است. ایرا علاقه اویای مفسر میگن. اویای مفسر از اویای محکم یک درجه پایین‌تر میشن. خب اینا مثلا همون کلمه قروء ما مثلا حیض تعویل میکنیم تفسیر میکنیم. اینا شافعی مذهبو او را طهر گرفته گیرن. یعنی ما حیض همون حالت منسترال سیکل در نظر داریم. او حالت طهری که بین همون حیض و است او را در نظر دارن. خب سوم انواع آیات قرآن آیات ظاهر میگن. یعنی که همین ظاهرش خودش دلالت میکنه. آیات ظاهر علاقه تفسیر طلبن، تعویل طلبن. بگوی که با همون ظاهری همون اگر عمل کنم امکان داره که آدم خطا کنه. با ظاهر گفته است نه که او حکم محکم و حکم مفسر نداره. یعنی تعویلش کرده میشه، تفسیرش کرده میشه، تفسیرش میکنن. خب بسیاری آیاتی که در قرآن اومده است همون آیات ظاهرن. اکثر آیات قرآنی آیات ظاهرن. خب قسم چهارمش آیات مشکل میگن. آیاتی که به تعویل نمیشوند. حتما اون را باید که منظور که شرح توضیح بدن. تا زمانی که شرح توضیح شدن حکمی را فهمیده نمیتونی، معنیش فهمیده نمیتونی. مثلا آیات ظاهرش خیلیه؟ ظاهر بسیارن. همین قرآن اکثرش همین آیات‌های ظاهره. یعنی قصه باشه؟ نه همون ظاهری همون خودش دلالت میکنه. با همون ظاهر میفهمی که گپ درباره چی رفته است. این همون قصص پیغمبرای پیشینه و قومای پیشینه که در قرآن خدای تعالی در قرآن بیان میکنه که اخباران مثال همه همون آیات ظاهرن. خب آیه اکه همون متشابه که انا در همون آیه سوره آل عمران بوده بیانش کردی. آیات متشابه در قرآن آیاتی را میگن که انا بسیار واضحینه او را شرح توضیحش. ولا یعلمهن الا الله. بعد همون وقتی که خدای تعالی ذکر متشابه هم و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. اکثر مفسران اما الا الله میگه که در اونجا مدی مطلق موندگی هم اتقیقتی چی وقفی مطلق. ولا یعلم و ما یعلم تأویله الا الله اونجا وقفی مطلق موندگی هم و میگن و الراسخون فی العلم یقولون آمنا. اوش علاقه معنیش دیگه میروده. یعنی اگر همونجا وقفی مطلق مونیم حتما باید بشتی تعویل آیات متشابه فقط الله میدونه. و در دومش میگه که راسخا در علم یعنی که علما، مفسرا، بزرگا، مجتهدا میگن که ما ایمان آوردیم به هر چیزی که از جانب پروردگار است. تعویل را خدا میدونه. ما ایمان آوردیم به همین خلاص. ولی در مذهب ما اساس همین را میگیرن. در کتاب اصول فقه وقتی که میگوید. اما بعضی هایی که میگن که آیات متشابه مثلا تعویل کرده میشود اونا همیشه انا وقف مطلق نمیمونن، وقف مجوز میکنن اگر بکنن و میگن تعویله الی الله و الراسخون فی العلم. و میگن و عطفی مقصد ای با الله عطف شی. یعنی که تعویل آیات انا متشابه الله میدونه و شخصایی که در علم راسخ هستند. ولی اما از عبدالله ابن عباس شاه مفسرای قرآن رضی الله تعالی عنه روایت اومده است در تفسیرها میگه که همون وقتی که میخون بعد میگه که انا منهم و الراسخون فی العلم
و میگفت انا منهم، ما همون زمره همون راسخو در علم هستم که تعویل آیات متشابه هم میدونم. گفت از حضرت و پیغمبر خدا به حقش دعا کرده بود که اللهم علمه الحکمت و تعویل الکتاب. خدایا با عبدالله حکمت و تعویل قرآن نصیب بگردان. همین خاطر شوی مفسر قرآن شده است حضرت. خب آیات متشابه اصلا اکثری علمای پیشینه، یعنی همون سلف صالح که گفتیم همون 3 قرن مشهود به خیر در نظر داریم، صحابه، تابعین و تبع تابعین. اونا تعبیل نمیکنن، میگن که خدا مثلا وقتی که آیات متشابه میگن ید الله، وجه الله، یا که اینم الرحمن علی العرش استوى، بله، یوم یکشف عن ساق، همین آیاتی مقصد که متشابه هن. همین را میگفتن که انا خداوند خودش میدونه، والله اعلم بالصواب، خداوند حقیقت حال خودش میدونه، حوالش به خدا میکردن. اما بعدتر وقتی که اهل هوا زیاد شدن، همین را به هم ظاهرش حکم میکردن، دعوا میکردن، نعوذ بالله نسبت پروردگار جسم قائل میشدن، همین مثل مجسمه و مشبهه. مجبور شدن که علمای بعدی دست به تعویل بزنن، همین را تعویلش کردن. مقصد تعویل به چیزی میکنن که خداوند متعال به یگان مخلوق شبیه نشود، همین برای خاطر گم کردن شباهت. برای مثال دست به قدرت مثلا نسبت دادن، وجه به ریزان نسبت دادن، از جمله همین چیزا. انا مقصد که آیات متشابه از همه بهتر و خوبترش همیه که بگویی که خدای تعالی خودش دانای چیه. اما اگر یگان نفر اهل هوای پیدا شود و همطوری مقصد که تفسیرهای بردروغ کنه و تفسیرهایی کنه که در ذهن انسان ها همون تشبیه و تجسیم به وجود میاره، ما مجبور هستیم که جوابش بدیم، از همون تعویل هم استفاده بدیم، تعویلی که علما میکنن. آیات متشابه این همین صفاتی مثلا خبری پروردگارن، این حروف مقطعی که در قرآن اومدگیان، الف لام میم ها میم عین سین قاف، در اول بسیاری همین سوره مثلا حرف اومدگیان که نون مثال. این طه نیه؟ طه نون پیغمبره؟ طه هم از جمله تعویل میکنن میگن نام پیغمبره. یاسین یا مقصد همین آیات متشابه هست. از جون هم آیات متشابه در ظاهر بدوزیم یا در مفسر بدوزیم؟ در یکون تایون هم نه آیات متشابه هست نمود خصای بله. مقصد که یا حوالش به خدا میکنی و اومن شرح توضیحش نمیدی، یا که اگر به شرط شرح توضیحش دادی تعویل طرزی میکنی که در ذهن مردم تشبیه حاصل نشود، تجسیم نعوذ بالله نسبت پروردگار حاصل نشود، یعنی خداوند به یگان مخلوق شبیهش نگردونن. اصل کار همیه. خب همون الرحمن علی العرش استوی که اشاره قاری میگه، همین هم از جمله همین آیاتی متشابه هست. خب استوا معنی موضوع گوناگون خطی اومده در خود قرآن با چندین معنی اومده گه. استوا به معنای کمال اومده گه، استوا به معنای بلند شدن اومده گه، استوا به معنای انتها اومده گه. انا مقصد که معنی های مختلف داره، اما اهل سنت و الجماعه خاصتا همون سلف صالح اهل تفویض هرگز کلمه استوا را ترجمه نمیکردن. میگفتن استوایی که لایق به ذات پروردگاره، چگونگیش نمیدونیم. در این موضوع بحث هم نمیکردن، بحث هم در این موضوع بدعت میدونستن. و برای که انسان ها امکان داره که غلط کنن، هستن آدمایی که بعد همین میکوان اخیر در یک چاه میغلطن که نعوذ بالله خوف حتی به کفر رفتنشون هم میویده در اینجا. اما حضرت صلی الله علیه و سلم میگه هلک المتنطعون ای متعمقون، حدیث امام مسلم ای هلاک میشوند همین کسایی که بسیار چقرکوبی میکنن غور میکنن. همین خاطر اهل تفویض میگفتن که همین مقصد وجهی که لایق به ذات خدا ای، یادی که لایق به ذات خدا ای، استوایی که استوا لایق به ذات پروردگار ای، چگونگی اونم نمیدونه. در مجلس امام مالک ابن انس امام اهل سنت و الجماعه رحمه الله شرکت داشته است. یک شخص سوالش کرد همین الرحمن علی العرش استوى یعنی چی گفت؟
خداوند بر عرش مستوی است. یعنی چی؟ یعنی که خداوند احتیاج به مکان داره. آیا جای خداوند عرش های مکانی پروردگار عرش می شود، در عرش قرار میگیره و ملائکه ها را امر میکنه. به همین معنی ها ده به حد غضبناک شد حضرت مالک ابن انس. یک جمله بسیار معروف گفتگی که در تاریخ اومده است. گفت یا هذا الاستواء معلوم و کیفیته مجهول و الایمان به واجب و السؤال عنه بدعه. خب فلان گفت استوا معلوم ای، استوا آیه قرآن ای، در قرآن صراحتا اومدگی ای. چگونگی او استوا را ما نمیدونیم، کیفیتش مجهول ای. ایمان با همه آیت واجب ای. این آیه قرآن ای. اخی الرحمن علی العرش استوا، الله بر عرش مستوی است. سوال کردن در همین موضوع خودش بدعت ای. بگو در ذهنی تی طریق اپو چرخ میزنه که بدبخت میترسم که اهل هوایی ای مجلس خارجش کنه گفته تو. یعنی اهل تفویض هرگز روا نمیدیدن بخه چوکی همین را تعویل کنن، به ذات پروردگار همیشه حوالش میکردن که لایق به ذات خدای، چگونگی او را ما نمیدونه. اما اهل تعویل یعنی علمایی که بعدتر اومدن به خاطر اون که باز میگم در ذهن مردم هم طریق تجسیم و همین خیلی عقیده‌ای که خدای تعالی مکان خاصه داره و احتیاج به اون مکان داشته باشه نیاید، مجبور شدن که استوا را کم کم تعویل کنن. به حدی که گفتن که استوا به معنای استیلا را اومدگی در زبان عربی. قد استوى بشر علی العراق من غیر سیف و دم محراق. همین بشر حافی میگه عراق ضبط کرد به شمشیر بریزاندن خون، بلکه به اون اخلاق حسنش و علمش و رفتار و کردار خوبش عراق همه را ضبط کرد. همیشه استوا اومدگی یعنی غالب اومد. استوا به معنای غلبه اومدگی، استوا استیلا مقصد جایی را گرفتن. استوا به معنای انتها اومدگی. ولی یک عالم کلون ابن حزم ظاهری میگن همین بحثی کردگی در اطراف همین میگه همین از همه قول بهتر خوبترش هم میگه که انا ثم استوى على العرش یعنی ثم انتهى الى العرش على العرش، یا که مثلا ثم الرحمن على العرش استوى، خداوند بر عرش مستوی است. مقصد که همین به معنای انتها میآید، ینتهی، یعنی که بزرگترین آفریده پروردگار عرش است. وقتی که خدای تعالی همه کائنات خلق کرد، مقصد بعد منتهی شد و سوی عرش میگه. همین از همه بهتر خوبترش همیه که همون قولی همون بزرگای خودمونه، همون اهل تفویض که استوایی که لایق به ذات پروردگار است به همون قرار بگیریم. مقصد شرح توضیحش نتیم، بسیاری باید کنجکاوی نکنیم. در دنیا بسیار چیزایی هست که عقل ما نمیگیره. ما را در قبرم نمیپرسن، از این آیت نمیپرسن که استوا چیه؟ به معنای استقرار است. بزرگان میگن کسی که استوا را به معنای استقرار قرار گرفتن، مکان گرفتن اگر به شرط قبول داره، او مردک یا مشبیه یا مجسمه نسبت پروردگار، مقصد که تشبیه روا میبینه، خدا را شبیه به یک مخلوق میکنه. مخلوق احتیاج به مکان داره هم ترش میکنن، یا به خدای تعالی جسم قرار میده. آخه به یگان شکل شبه هر جا هر قدر که کلام باشه انتها داره کو، رزمیرش معلومه کو. عرش بگذار که کلانترین مخلوق پروردگار باشه، مخلوقه کو. یگانه چیزی که با چیز قیاس چرش کرده نمیشه پروردگار، ذات پروردگار. برای که خدای تعالی با چیز شبیه نیست، لیس کمثله شیء، او را به هیچ تشبیه داده نمیشه. اما عرش به همون بزرگیش ابتدا داره، انتها داره، بلندیش معلومه، پستیش معلومه، چرت اطرافش معلومه. چخیل نعوذ بالله ذات پروردگار را میگیری در همین عنصرها جا میکنی، در همین عناصر ششگانه. بسیار آدم ابله بی عقل شدن در کار که مقصد تو همین درجه را مقصد مغرور شده که خدای تعالی نعوذ بالله در این درجه جا کنی. بسیار بی عقلانه ایده همین. در اصل پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت صلی الله علیه و سلم هم میگه پناه گفته است یگان صحابه هم در ذهنش نمی اومد برای که خدای تعالی را منزه از مکان، از جو و از همه چی میدونست. ولی
ҳамин бадбахт гурӯҳи ҳамин низоия ба имоми аъзам абу ҳанифа тӯҳмат мезананд. як китобе ҳаст бо номи фиқҳул абсат. ин фиқҳул абсат китоби дарсӣ бо нестай, аммо дар ҳамин мактабаҳои шомила ба имоми аъзам абу ҳанифа нисбатш додаву чопш мекунанд. мусаннифшам як шогирди имоми аъзам абу ҳанифа абу мутеи балхӣ будааст. ба ҳамин мегӯянд ки имоми аъзам абу ҳанифа худаш овардааст, баъдам махсус маконҳоро зикр мекунанда. аз ҷумла мисол мегӯянд ки як кампиракера пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам пурсид ки аллоҳ дар куҷояст? гуфт фи само, дар осмон. ва мега имоми аъзам абу ҳанифара як кас суол кард ки касе мега ки ҳамин худои таолоро ман намедонам дар куҷояст, дар поёнай, дар болоай. мега ки касе агар бигӯяд ки худои таоло дар поёнай, кофир мешавад. имсари гапҳоро меёранд ака аз номи имоми аъзам ки гӯё наъузу биллоҳ имоми аъзам абу ҳанифа қичам барои парвардигор макон қарор медода бошад. дар сурате ки дидаву донистару шунасиён мекунанд, ҳамин якчанд саҳифа у тарафтар дар ҳамин китоби фиқҳи абсат, ҳамун ҷое ки сифоти парвардигор меояд, баъд ҳамунҷа ҳамун худои таоло муназзаҳ аз макон аст омадагиае. абу мутеи балхӣ суол мекунад ҳазрати имоми аъзам абу ҳанифара, мега ки агар касе суол кунад айна аллоҳ, худованд дар куҷояст, чӣ бигем? мега дар ҷавоб ки бигем ки кон аллоҳ ва лам якун айна, кон аллоҳ ва лам якун макон. аллоҳ буд, айна набуд, саволи куҷо набуд, ҳеҷ махлуқе набуд дар дунё. аллоҳ буд, макон набуд, ягон макон набуд, на осмон буд, на замин буд, на арш буд, на курсӣ буд. فإنه الآن على ما قبل خلق المكان. خداوند در همون موضع و همون مقصد چیز قرار داره که قبل از آفریدش تمام همین مکان ها بود. خداوند به نیاز همه این مکان ها. آخه نعوذ بالله ذات پروردگار را چگونگیش ما نمیدونیم. ما خداوند با صفاتش میشناسیم، با همون صفاتی که خودش ذکر کرده. خب هر کس در ذهنش آوردن بگیره پروردگار در فلان جاهای مکانش این جاهای، اویسته اویسته عقیده اسلامی را خراب میکنن بدبختو. ولی هم یکی از بزرگا و عالمان میگن که یکی از علتهای زیاد شدن ریشه دووندن اتئیسم در اروپا همین دین نصرانی شده است. و به خاطر اینم جسم و مجسمه بدن شد. پدر میگه دستی فرزندش میگیره که سرکف میاره. بعد صورت نشون میده میگه که کیه پدر کیه در دور اک اویزون. با میگه که اتناش بخ نعوذ بالله ایسوس خریستوس. در ذهن هم کودک چی میوید؟ ای اوی ایسوس خریستوس رنگی خدمت بده است، این خدا رنگی خدمت بده است، این خدا را میخ میزدیان، نعوذ بالله گل میخش میزدیان، کشالش میکردیان. علاقه نوباوری هم تخمه نوباوری ای خوردی در دل کودک پیدا میشود. همون مردم خودشون با همین عقیده‌های باطله و ویرانشون مردم اتئیست کردن، ای شریعت دین دور کردن. بسیار ظلمیده در حق مسلمانو همین. تو دیگه کاری دیگه نداری. بدبخت اگر بپرسی که در همین نماز چند فرضی نمیدونه، فرایض داخلی نماز نمیدونه، در کدام حالت سجده سهو واجب میشه نمیدونه، دعوا میکنه. همین الرحمن علی العرش استوى چی معنی داره؟ آخه این را به همون عالمان مونش مون همون عالمان خودشو تحقیقش کنن تا ابله‌تر چی در همین موضوع دست دادن چی. در مسئله استوا علی العرش یا که همین آیات متشابهه در کتب عقیده اومده است که عالما یک چند نوع اهل تفویض هستند، صفاتشون گفتم. همون بزرگایی که میگن که لایق به ذات خداه، حوالش به خدا میکنه، علمش در پیش پروردگاره. اهل تعویل هستند. اهل تعویل بعضش اهل هوا نمی اهل تعویل، بعضش اهل سنت و الجماعه. به خاطر پشتیبانی و دفاع از عقیده اهل سنت و الجماعه بیچاره مجبور شدن که همین آیات متشابهه را کم کمک مقصد تعویل کنند، تعویلی که مردم گمراه نشوند. خب اهل تعطیل هستند، کسایی که نعوذ بالله عموما این کارش میکنن. یعنی صفات خبریه که در قرآن اومده است همین را انکار میکنن از خدا. یا را اهل تعطیل میگن، یا بسیار مردم بدبختن. از جمله همون کلون رهبری اساسی شو
جهم یا جهم ابن صفوان میگن همون بدبخت ای و نهایت اهل تشبیه کسایی که خدای اهل تشبیه و تجسیم یا خیلی همون صفات خبری را ذکر میکنن که در همین ذهنی که شنونده همین نسبت پروردگار همین خیلی یک پرستاولی پیدا میشود که خداوند نعوذ بالله با یک مخلوق شبیه میکنن دست دور رنگی ما گوش دور رنگی ما نعوذ بالله وجه دور رنگی ما با انسان وقتی که تشبیه میکنن یا را اهل تشبیه و اهل تجسیم میگن همین اکثر همین نزاعی های امروزه که هستند یا اهل تشبیه هستند اهل تجسیم هستند همین یک نفرش تلفن خطی من گفت زد ما اهل تفویضیم والله گفتم شما اهل تفویض نیستید روتون از سیو ندید اهل تفویض در این مسئله گپ زدن و این مسئله را بحث مباحثه کردن بدعت میدونستند شما کار تو همیایی فتنه تو همیایی عادی ترین چیزا رو نمیدونه بدبختی نمی الیمنتر چیزایی که در اسلام برای هر کس مهم و لازم است نمیدونه اینا این مسائل در دست میزنه که خیلی کاری عالمای کاری هر باز نیست خیرمن گفتن گاوی نر میباید مردی کهن